یادتون باشه بچه‌ها، افسردگی این نیستش که فرد فقط بگیره بخوابه تو خونه گریه کنه و هیچ کاری نکنه. آدم ها خیلی وقتا میتونن افسرده باشن، در این حال به روزمرگی هاشون هم میپردازن، مسافرت هم میرن، گاهی وقتا میخندن، زندگیشون هم دارن میکنن، یعنی زندگی نرمال و طبیعیشون رو دارن اما افسردن. خب پس فکر نکنید که افسردگی اینه که فقط شما تو خونه بشینید غمگین و دست به هیچ کاری نزنید و فقط گریه کنید. نه، خیلی ها هستن خیلی خوب دارن کار میکنن، خیلی هم خوب پول در میارن، خیلی زندگی روتینی دارن، ارتباطات قوی دارن، اما افسرده هم هستن. افسردگی یعنی من آن نشاط و بهجت درونی که باید رو ندارم. رفتم رو تردمیل لذت قرار گرفتم، هی راه میرم تلاش میکنم بلکه به اون لذت برسم، نمیرسم. چه اتفاقی میفته؟ مدام دنبال اینم که خب یه اتفاق جدید بیفته بلکه من حالم خوب شه، این تومن پول در بیارم حالم خوب میشه، این شغل رو به دست بیارم حالم خوب میشه، ازدواج کنم خوب میشم، شاید بچه دار بشم حالم خوب میشه، شاید به اون معشوق برسم حالم خوب میشه، مدل ماشینم تغییر کنه ممکنه اون نشاط رو داشته باشم، اما هی اینا رو به دست میارم و هیچ اتفاقی برام نمیفته. پس بنابراین فکر نکنید که آدم های افسرده هیچ کاری نمی کنن. ولی بچه ها افسردگی درمان داره، یادتون باشه. و همه آدم های افسرده که الان درمان شدن یه روزی احساس میکردن درمان ندارن، نمیتونن درمان بشن، ناامید بودن. اما وقتی دردشون اومد، ناامید شدن از ناامید بودن درمان، پا شدن اومدن درمان گرفتن و درمان شدن و الان دارن زندگی میکنن، در لحظه حال زندگی میکنن، از حال لذت میبرن، برای آیندهشون هدف گذاری میکنن، از گذشته عبرت میگیرن. همین فرم زندگی سالم اینه. ناسالمه چیه که منجر میشه به افسردگی؟ اینکه تو از آینده میترسی، در حسرت گذشته ای، آینده بهت اضطراب شدید میده، گذشته بهت حسرت میده. این دوتا رو میاری وصلش میکنی به هم، در زمان حال افسردگی رو تجربه میکنی.